در منطقه آزادی اقتصادی سوق در عموم 30 سوبیکت به قید گرفته شده است که از این شماره 18 عددی آن به فعالیت استحصالی، ساختمانی و خدمترسانی مشغول است. در این باره راهبر منطقه آزادی اقتصادی سوق الیاس‌الدین کمال‌الدین زاده هنگام نشست مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران اطلاع داد و تاکید کرد که 12 کارخانه باقی مانده دوام چند سال آخر است که عموما فعالیت نمی‌کند. بنا به اطلاع راهبر منطقه آزادی اقتصادی سوق، سبب اکثریت کارخانه‌های به فعالیت آغاز نکرده این مفلس شوی و به بحران اقتصادی روبرو شدن آنها می باشد. او فعالیت نیست. دیوان تو چطوری است؟ باشه وقت از بعد با خرید دستگیو. آنجا فعالیت که کند نیبی کوته اکولوژی سونیونیجی کوته‌ای تمام. انا بعد بودم دیوان چطور با خرید دسته مفلس شدی. دیگه مسئله بود. من خوش بسیار آدمی خالقی فیگایگون اشکانگون خالقش است. بینوش گرایی تاچمون بود. بالاسی وقتی مولا خالق بود. بینوکی بانک هم مفید شد. بینو یعنی حکومت بالاسی وقتی مولا خالق بود. اطلاع داده شد که در دوره حساباتی مجموع محصولات صنعتی در منطقه آزادی اقتصادی سوق 178.3 میلیون سومانی را تشکیل نمود که این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته 55.4 میلیون سومانی یا خود 45% زیاد می باشد. بازار فروش محصولات سوبیکت‌های منطقه به غیر از جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورها از قبیل قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، آلمان، عراق، ترکمنستان و ترکیه نیز صادرات کرده می شود. تاکید گردید که در 6 ماه اول سال جاری سرمایه گذاری اساساً از جانب 5 کارخانه تأمین گردید. اینها جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی آهنکار، آزیا پلیتکس، دانه الماس، پاک ظرف و خوجان پلاس می باشند. کارخانه شما گفتید یادم سوال بود این تشبیه کارخانه شهر با آنجا با پنجاه ترک خطی آفران پلاس که کنید هم ترکو همین هم تشبیه سیکوال بویا ارچمیگی یا خیلی ترکو یک کانادا خانتان کانادا خطی افغانستان دونه الماس یک سامولاش افغانستان است باید همین آزیا پلیتکس قزاقستان خود بوشگی نیست اهم آجات نمیدیم چوب ایدئولوژی سخمان شده بود تو اونکور ازبکستان سامولاش سومونکش این قطعی خطاییو خوجان پلاس پورا انترکو. اینجا جمعیت سهامی گشاده اریانا متال پلاست می باشد. کارخانه اساساً به استحصال محصولات کودکانه مشغول است. کارمندان کارگاه بیشتر دوچرخه های بچگانه، کلیاسکا، خدونوک و سمکت استحصال می کنند. بیشتری به کار جلب شدگان زنان و دختران می باشند. محصولاتی تیار باشد به جز از داخل کشور اینچنین به دولت های خارجه به مانند ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان صادرات کرده می شود. کارخانه سال 2018 24 اکتبر با اشتراک بی‌واسطه جنتی جمهوری تاجیکستان جمهوری اساسی سلول وحدت کامل رقم استفاده کرده است. در کارخانه اساساً 80 خارج کارگران زنها را تشکیل می‌کنند. این حال زیاده از 130 نفر در کارخانه کار کرده با مزد معاش خوب کارمندان وسایط اخباری آمد در دایره نشست مطبوعاتی با فعالیت چندی از کارخانه‌های استحصالی منطقه آزادی اقتصادی سوخت شناس شدند. اطلاع داده شد که تا آخر سال جاری در منطقه باز 4 کارخانه نو مورد استفاده قرار می‌گیرد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.